بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، فیلم کوتاهی رو تهیه کردم از غار زیبای رئیس با توضیحاتی که میدم. غار رئیس در 50 کیلومتری غرب کاشان قرار داره. بعد از اینکه آبشار زیبای نیاسر رو میبینیم، پله ها رو طی میکنیم. 200 پله حدوداً رو به سمت بالا حرکت میکنیم و این غار در سمت راست ما قرار داره. گفته شده که این غار که یکی از زیباترین و شگفت‌انگیزترین کارهای بشری هستش که دستساز هست و دستکند در زمان اشکانیان هستش و بعضی هم نسبت میدن به دوره ساسانیان. این غار دارای تالار بزرگی هستش و این تالار ختم میشه به دالان‌ها و راهروهای مختلف. توصیه میشه که حتما اگه خواستید برید اونجا حتما با راهنما برید. آیین میترائیسم هستش و مردم اون زمان از آیین میترائیسم پیروی میکردن، چرا که یک مجسمه سنگی پیدا شده از سر یک قوچ که برای قربانی کردن استفاده میکردن و اینکه آتشکده نیاسر در 400 متری این غار قرار داره، پس حتما این غار رشته مذهبی و معنوی داشته. فیلم گرفتم از چاهایی که اونجا هستش و این چاها برای دریچه‌هایی هستش برای تهویه هوا. امیدوارم که دوستان عزیز برن این غار رو از نزدیک ببینن و از توضیحاتی که من دادم لذت ببرن. خدا نگهدار. نیاسر هستی بالاش غار رئیس هستش، قله میخوره و به منطقه زیبا میرسیم.